سلام. باورت نمیشه کیس احساسی چه کار کرده. بریم ببینیم چی افتاده کیس احساسی شما قبلا تو محیط کارش با یه فردی آشنا شده بوده، یه رابطه عمیق با هم داشتن، به ازدواج رسیده بوده و کیس احساسی شما این موضوع رو نمیدونسته که اون طرف با کسی دیگه در ارتباط بوده و به ازدواج فکر میکردن. به خاطر همین رابطه کیس احساسی شما با شما سرد شده بوده. این شخص کارمای کار خودشو پس میده، بدجورم پس میده، جوری که میاد به شما التماس میکنه و که بخواد با شما دوباره شروع یک رابطه رو داشته باشه. ولی از یک طرف کیس احساسی شما اصلا نمیدونه اون طرف با کسی دیگه بوده و رابطهشون به ازدواج داشته میرسیده. به خاطر همین همه این چیزا بعدها مشخص میشه و خود کیس احساسی شما رقیب فرد دیگه هستش که خودش اصلا خبر نداره. کیس احساسی شما از لحاظ کاری به مشکل برمیخوره ولی ارتباطش کم کم با این فرد کم میشه. طی 6 وعده دیگه رابطهشون رو به سردی میره و کات کامل میشه. البته یک نفر دیگه رو کیس احساسی شما کراش داره. اگه رابطتون رو بعد از این کاتی که میکنه با کیس احساسی شما نتونین باهاش درست کنین و دلشو به دست بیارین، به سمت فرد جدیدی که روش کراش داره میره و کلا شما رو از زندگیش حذف میکنه.